خب شافت بالا هم جا زدیم، دنده 2 و 4 یک عقب. حالا بیایم رول برینگ بوش داخل شافت و دنده 3 هم جا بزنیم. خب اول یه دونه بوش و بعد یه دونه رول برینگ داخل شافت میخوریم. حتما یکم گریز بزنیم که موقع جا زدن از جاشون بیرون نیفتن داخل گیری باکس. خب دنده 2، دنده 4، دنده 1 عقب و دنده 3 شافت حرکت. اینا رو جا زدیم. حالا تا محکاشو ببندیم و امتحان کنیم. خب حالا اومدیم واسه جمع کردن کمک. این ور کمک یه دونه چه برنجی میخوره، کنیک در با کنیک ها جا بره. این ورش هم یه دونه و این ورش هم یه دونه برنجی داره که گفتیم باید جا بذاریم. حالا ایده راحت اینو داخل کلاف چرخون تا جا بره. خب حالا جلوی کمک میایم با یه واشر آهنی تقریبا کلفت، این یکی، بعد یه واشر خیلی نازک لاینر، حالت لاینر ماننده، این هم یکی، و واشر خب کمک هم بستیم بالا و حالا کوچه‌شو سیف کنیم و بریم برای بستن محکای دنده. محک دنده 3، محک دنده 2 و 4 و محک دنده 1. اول محک دنده 3 رو میبندیم که چون میل محک باید بچرخه تا جا برد